هموطنای عزیز دوستا روبروی شمال دیگر قیامتی میشه. امیدوارم که همه کسا خوب صحت سلامت و سربلند هم باشه. خلاص امروز جنبه است بگیم کنفرانس که من ترک کردم با بچه های استودگیان دیگر انسان ها سببی که بعضی کارها بود با بگیم که از سبب بعضی کارها من برآمدم. خلاص امروز هم جنبه است شد. نماینده های حکومت جمهوری تاجیکستان دیده نشیدن، نآمدن. خلاص اون رحمانوف که اون دیکتاتوره که از خود یک خدای تاجیکا تراشیدگی بود خودشه آهسته 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 آورده جاش نشان دادیم که جای او کجاست. یعنی باید دانه جای خودشه که باید پریپوتت نکنه. میگن که نی پریپوت واسیا میگن که خلاص گفتیم که واسیا نی پریپوت یعنی آوردیم جاش نشان دادیم. البته که شاهدی خیلی مردم هست، یعنی که یک میدان سیاسی که گیم و بسه خیلی که هر وقت من میگم که اول آن است دویم و بسه یعنی سها. البته که میدان سیاسی را ما چطور کردیم از دست اونا کشیدیم گرفتیم. در جایی که شهر باشه که در جای شغال در خراک نیست گفته گپ است میدونید عیناً همین است. در جایی که شهر را باشن شغالو در جای چریدن هم میتونن گشتن هم میتونن و طرف بودن. همین خیل بگیم که این میدان از دستاشون گرفتگیم. این میدان خلقی شدگی است. امروز در این میدان ها واقعا هم نماینده اصلی خلق و بسه نخیر توپچه دادسته رحمون فومد بزنین میگه نه یعنی میدان سها این زال این کنفرانس واقعا هم بگیم امروز از دست دیکتاتورها گرفته و به خلقی تبدیل یافت. امروز نماینده های اصلی خلق، نماینده های اصلی ملت مردم یعنی جوان ها برادر ها دارن در اینجا اشتراک میکنن. دیگر بگیم که او در خراک نیستی تر جاده تا یک کمی دیگه مونده است. هم آن هم بگیریم ایدستاشون میان آن هم خدا خواه همه قطعی دیگر تمام بگیم اونو در تاجیکستان دیگر رمال میبندن کرته هزار اطلس لباس ملی که به مردم هر روز میگفتن که لباس ملی پوشن لباس ملی پوشن با نزدیکی لباس ملی میپوشن میشینن در تاجیکستان. دیگر برای او بگیم خود نموند یگان میدان ها ده با تمام حکومت قدرت با تمام تواناییش. ببینید که دوستای عزیز امروز حکومت رحمانوف فقط داره میگریزه. واقعا اگر حق میبود حقیقت میبود اینو اگر واقعا ملی میبودن مردمی میبودن و دفاع از مردم از ملتش میکردن دفاع از وطن سرزمینش میکردن البته که اینا می اومدن در اینجا بگیم که صحبت میکردن. عجیبیش هم میدونه چی است؟ عجیبیش بگیم که نماینده های ازبکستان امروز دیدم خیلی یک بگیم که انسان خشش میوید با او. سبب چی بود؟ سبب نماینده های ازبکستان با اون انسان هایی که مخالف حکومت ازبکستان هستن بگیم با اونا شیشته قطعاشون چای خورده کافه خورده صحبت کرده با اونا از زنی فسان نمیره نو سختن زنی بلند خشوه. خلاص چیکار کردن اونا میوین میشینن همراهی بگیم همون مخالفاشون چای میخورن گپ میزنن میگن کمبودی مشکلی باشه ما چیکار میکنیم ما البته ایره دیده میبرویم شاید میگه از نگاه شما مشکلی هست یعنی که این روی حل داره. همین روز بگیم که 6 تا ما هم همراهشون یک سلام علیک کردم یا 5 منوت بگیم هم پیششون در ایستادم 6 تا بسیار بگیم که گپای راحت بسیار با یک دیگر احترام گذاری
البته که مخالفت هست میگه، در دنیا هست مخالفت هست، در داخل یک عائله هم میگه مخالفت هست. یعنی خیلی ببینید یک نماینده ازبکستان عقل تمیزی او را ببینید چه خیلی صحبت خشرو میکنه ده. میگه یک عائله 4 اکه و دودار باشه، یعنی که بین اونا میگه یک نفهمی مخالفت هست میگه. حتی که پدر میگه یک خانه دختنی باشه، یعنی که با مادر اونا یک بیناشون یک مخالفت برای موندن در، برای موندن تریزه، میگه یک خانه عادی ترین چیز یک خانه ساخته میشود، در همون خانه مخالفت پیدا میشود بین زن شوهر، یعنی که ایشی خیلی میخواه ایشی خیلی میخواه. البته چیکار میکنن میگه اونا مراسم میکنن، یعنی سر مسئله میآیند و برای یکدیگر همون وضع میفهمونن و مراسم کرده چیکار میکنن اونا همون خانه را بگیم که آماده میکنن، میسازن همون خانه. وقتی که میگه در جای بحث نباشه، در جای مخالفت نباشه، در جایی که تنها دیدگاه یک انسان باشه، اونجا میگه رفته ویران میشود. یعنی که ببین یک انسان، یک نماینده بگیم که یک کشور یک آدمی با عقل است، میفهمه و بگیم مخالف های خودشون گوش میکنن، میگن شاید از نظر شما باشه، شاید نظر ما اشتباه باشه، شاید نظر شما توغری باشه، شاید نظرتون اشتباه باشه، بیاین میگه مصلحت کنیم. خب دلیلش میگه چیکار کردن در کار هست که تو که ما مراسا کرده یکدیگر خاطر چیکار کنیم زندگی کنیم. آیا حتولای ما یه حتولایی که ما داره یه قایمرادو فقط برای یارو همین زوری باشه و حقارت باشه و کشتن باشه و اوتو چاشونه بردن باشه. ببینید من از همین مخالفای ازبکستان سوال کردم، گفتم که همین اوتو چای شما را میبرن، اما میبرن میزنن اوتو چودونه آخه اینترنت میبرونن که گپ زنه. گفت نه اوتو چای ما در کار ندارن، چی کار دارن در اوتای ما چای ما مخالف که ما هستم، یعنی او در اوتو چای ما چی کار دارن میگن. یک دولت سالم، یک دولت با عقل، یک کشور، یک پرزیدنت یا که یک سیاستمدارش یک عقل فراست دارن، یک عقل و فراست دارن در حالتی که مخالف است. پدر مادر او در اینجا پریچم است مثال گیرید، پدر مادرش هم خیلی نیست جل او را چکار میکنه چقه نمیشه و مخالف های همین مخالف های همین ازبکستان هم و غیره ها هم بگیم در همین زمو بعضا ما هم که کلا بگیم چیزی تاجیکستان نیستیم و که دشمنی نداریم با تاجیکستان، اما ما بعضی ساختارها هست، بعضی سیاست هایی که امام علی پیش میگیره و ما راتفی سیاست هست. ما صدباره ها میگیم که ما اصلا بگیم که مخالفت با شخصیت امام علی، با خوردن امام علی، با پوشیدن امام علی، با خواب امام علی و نمیدونم با زن فرزند امام علی که اونی که دخالت با سیاست نداره، خب ما با او کار نداریم. ما صدباره های چیزا میگیم یا هر یک انسان میتونه که زندگی کنه در حالت که او گناه نداشته باشه، در حالت که او عیب نداشته باشه. او انسان میتونه آزاد زندگی کنه، او انسان میتونه آزاد رفتار کنه، او انسان میتونه آزاد گفتار کنه. اما سیاست غلط دلبایبانه امام علی رحمان چی است؟ سیاست غلط دلبایب امام علی اولاد و اجداد ترا بگیم که غم دادن است. یعنی از این چی میخواه بگیره؟ برعکس مخالفی خودش زیاد میکنه، برعکس بدبینی منطقه را زیاد میکنه، برعکس آن کاری که بگیم که یک دو آدم خبر داشت خودشون میگیرن کانسر داده در جامعه اعلانش میکنن. این است بگیم که انسانی که سیاست نمیدونه، این است انسانی که میگن که سیاست چی است، بو نمیبره سیاست
یک تراکتوریست، یک انسانی که سلوچین آمده موندو و چند انسان را کوراتوری کردن و میدونیم کوراتورش هم کیا هستند، آوردن به اینمی جره رسوندن. ولی کی بود میبروه میگه که مو خیرتمندانه، صبرانه، تصمیم گرفتن بسیار صبرانه داره میگه، روش سیاه میکنه. این انسانی که تصمیم صبرانه میگیره، ولی در آلمان در ماشینش تخم نرسیده است، اهل اولادی همه را گرفتن بردن. این دموکراتیا هست، همون دموکراتیه که امام علی رحمان دوای نمی دموکراتیا را داره و خودش نام حزبش هم حزب خلقی دموکراتی موندگی است. در حالت که خودت صبر دموکراتیا نداری، پس دیگر دوا از دموکراتیا نکن، نام دموکراتیا را نگی امام علی رحمان. و خودت توانایی و صبر دموکراتیا را نداری، دموکراتیا اصلی نمی میشود، زیدت میبروین، گپ میزنن و بگیم تخم خطی میزنند. اینا دموکراتیا میگن. نه مثال بگیم در فرانسه یا در امریکا پاتینکه خطی میزنن، تخم خطی میزنن، شتا خطی میزنن، بگیم میزنن. چون این دموکراتیا هست. این امیره دموکراتیا میگه. اگر امام رحمان تو خواهی یک دولت دموکراتی تاجیکستان خواهی، پس صبر که. پس در این چیز صبر که دموکراتیا نمی است. دموکراتیا او یکی نیست که تو بکشی و مردم خاموش بیسته و همه چی در تو اویلای تو داده شود. دموکراتیا برای همه دوستای عزیز بگیم که امروز من شخصا خیلی بچه ها هستن که در اونجا ما چیکار کردیم، من ترک کردم. من از پای کارو میشم، از پای یک چند کار دیگه هست، از پای میشم. انا خدا خواه بولی کنفرانس ادامه داره، ما اجداد داره، ما گفتگیم برای شما انشالله بیاین. همین یک پاکتی همون اخلاق در سرشون میزنیم یاره یک بار، همین کاریدور کنفرانس یا بکنه، بعد او روز درک میکنن که چی گپ است و برای چی اینا تا این درجه آمدن که اینا را با اخلاق در سرشون زدن، چی گناه داشتن. باید اینا چیکار کنن؟ گناه های خودشون باید بدونن، اشیبکای خودشون بدونن و اصلاح کنن. این کاری که اینا کرده ایستادن امروز، این کاری که اینا کرده ایستادن، این هم همون دوامی اشیبکاشون است. این هم دوامی اشیبکایی که کرده ایستادن. برای انهمی هم اینا عاقبت چیکار میکنن؟ یک خلطه اخلاق در طور سرشون میخورن. اگر اینا که وقتی در همون حالت و میفهمیدن و میگفتن که بیس ما توی درجه آوردیم این مردم که دیگر با تخم زدن، دیگر با اخلاق میزنن، هر چیزی که دیگر توانایی دارن استفاده بردن از سر کردن این مردم در بالای سر ما. پس اشیبکای ما بود که ما مردم تو همین جرا آوردیم، دوید کردیم تو همین جرا. گفتگی سوال باید در خودشون بتنه و بگیم که کم ترکک فکری دیگر طرفشون کنن که با چی میشه. این اولش هست. آخرش ولی شاید میگیم که با دیگر چیزها هم در حق این حکومت دارو در پاسولستواهاش یا نزدیکای رحمانوف، نبیرهای رحمانوف، چی در دبی باشه، چی وقتی که انسان از جان سیر کرد بدونه که همه کار تیار میشه. وقتی انسان از جان سیر کرد، وقتی جای دردناک انسان که سخت جقیدی، پس او انسان صداش هم میبره. اگر شما خواهین که دوام بده این کارو و این کارها باز رفته باز سختتر شود، از این بدتر شود، نبیرهایش مستردت کنه، نزدیکهایش مستردت کنه، شما پس میتونید نزدیکهای ما را غم دادن بگیرین، کاراتون کردن بگیرین. یک روز میشود هم نیاجیدنی که تخم اومده در ماشین زد کو یک چیز دیگه میرود در نبیرت میزنه. اونا وقت گفتی همو گپا بعد داد میگوی، وای میگوی، سرت هم میخپی و کونت هم میخپی، او وقت دیگه فایدت نمیکنه. برای چی؟ برای اونکه تا مردم، تا جوانو را، تا خلق تاجیکستان تا نمی درجه دیگر دوید کردی و وردی که دیگر وقتی جنبرایی آمد، دیگر بگیم که مردم طاقت نمیکنه. برای امام علی رحمان
یا برگا زودروزت مبارک شود، زودروزت مبارک شود. دیدی عمر علی را کشتن قطعی کار بود نشید، مقصود از زندان کردن قطعی کار بود نشید، احسان جان دزدیدن قطعی کار بود نشید و دیگر انسان ها سر میدان آمدن برآمدن و دان کی کشتن راه حل نیست، دزدیدن راه حل نیست، ترمه کردن راه حل نیست. یعنی که این برعکس رفته می او چند قدر دنبه کدام بگیری اونم گه صبره بردیگو کن چند قدر دنبه کنی او همون قدر بالا می شود. تو اگر او را سر نتی او کم نشود کو او بلند شدن میگیره. اگر از زمین تا آسمان دمی او دنبه که نروه یگان جا او تانمو آسمان او میخیزه. ایره بدون همین تو چنده که خودت این مردم دوشید کرده اومده استی کو بدون که همون قدر مردم برعکس جمع شده ایستودن، نه اینکه کم بلکه جمع شده ایستودن و روز می شود این سر صدا در تاجیکستان پیدا می شود، در داخل وطن این سر صدا می شود. خیلی وطن و جایت بیزار شد، ملت است بیزار شد و آدمایی که بگه امام علی رحمان کارگرای ارگان و غیره ها شما را نمیدونم مفتون و افسون کرده به خداشون این کارا را فرمان میته، شما میرین اجرا میکنین، خانه مردم، پدر مردم، مادر مردم اذیت دادن این کارا را کرده ایستاده و شما هم احتیاط باشین. وقتی مردم که خیز او وقت دیگر من مجبور بودم، مرا مجبور میکرد، من علاج نداشتم، نه. و دان که مردم پدر مادر تا در پیش چشمت نمی کارا میکنه، کودکات نمی کارا میکنه در پیش چشمت. این چیز خوب بدون و خوب بآموز، بعد از او میتونی که بعد خونه مردم برای بگه پی امام علی در آمده و این کارهایی که شما کرده ایستادین فردا اذیتی فرزندای خودتون میشود. برای چی؟ برای که شما خودتون یاد دادین این کارا کردن. همچنان که خمزنی را خودتون یاد دادین که باید زدن در کار. انا این طرف شب خودتون یاد داده ایستادین، خودتون این عیب خودتون میشود. او روز باور کنین بعد خفه نشید. او روز هیچ که پیش راه این مردم اذیت دیده را گرفته نمیتونه. او وقت این مردم دانه به دانه خانه‌تون میدروید. شاید تو بگریزی جان تا خلاص کنی، نیکی اون کاری که تو در حق پدر مادر این مردم کردگی هستی و اون کاری این مردم در حق پدر مادرت میکنه. اون کاری که در حق فرزند این مردم کردگی هستی و دان که اون کارا این مردم در حق فرزندت میکنه. برای همون هر یک قدمایی که شما میمونه فکر کرده بمونه. هر یک قدم کنه که فردا این وضعیت در خونت آمد و این حالتی که گریبانی ترقبید بعد دیگه جای پشیمانی نداره. کل میگن که بعدی کشیدن دیگه چوبدون زدن چی فایده داره؟ بعدی که شما مردم تونمو درجه آوردین رسوندین خلقه دیگه فایده تون نمیکنه. ایرا نغز بدونین و نغز بوموزین. برای همون خونتون بود سرتون بلند باشه، ما باشه مایده بگیم که یک مردون است آمده یک گوشی جام کنم زفترک نکردم امروزی. بعد از او بگیم که ای پای دیگر کارو میشم. خونتون بود باشه هموطنو میتونین در کامنت فکر نظرهاتون بنویسین. عدلیت پادپیسکر را فراموش نکنین. رحمانوف داره تمام میدان های سیاسی را از دست داده ایستاده است، کنکریت از دست داده ایستاده است و تحقیر تنقیدی نمین فصل امریکا هم خودش بسنده هست و رحمانوف ای قلجامش سر داده بودن، خیلی دوید چرید پرید. دیگر دنیا داره میبینه که رحمانوف از کنترل برآمد رفت و یا پیش راه ایره میگیرن کم ترک لجامش میکشند سواریش میکنن یا که دیگر قطعی همکاری نمیکنن. یعنی رحمانوف دوره میروه
زیر سانکسیاهای جهانی، زیر سانکسیاهای وقتی پروبکا شیده میگیرم خیلی بسیار سیگنال تیاکو زیاد میشه. رحمانوف دورا میروه زیر سانکسیاهای جهانی، یعنی که دیگر OBSE هم امروز دیگر با شک شبهه نگاه داره و بگیم سازمان OBSE هم و دیگر سازمان های حقوق انسان جهانی و غیره داره با شبهه نگاه داره. چرا که در رادیوی آزادی هم دیدیم استیو سویرلوف هم یعنی که حجت‌هایی که آماده کردگی هستیم، یعنی برای ناپدید شوی انسان ها بسیار آدما ناپدید شدن، یعنی همین ابله و خودش از یک طرف یعنی ناپدید شوی انسان هست، انسان ربایی است. برای چی؟ برای که یک کودک از خانه میبروه، یک جوان از خانه میبروه، او را میتونن در روز روشن از کوچه بدزدن، برن. پدر مادرش شاید بعد یک هفته یا بعد یک ماه یا بعد 3 روز، بعد 2 روز خبر او را بیاوه که او را خدمت بردن. یعنی این واقعا آدم دزدی، آدم ربایی است. یعنی برای همین حجت هایی که آماده کردگی هستند باید تاجیکستان امضا منایرد، مجبورش میکنن برای ماندن امضا در این چیز. و بعد از این امضا ماندن وقتی که ابلاغ میکنن یک کار دیگر میکنن، ما میتونیم در حال او را بگیم که با ناپدید شوی انسان و آدم ربایی بگیم که آدم از کوچه برآمد گم شد، نیست شب نیست پگاه نیست روز دیگه نیست، بعد 3 روز خبر میتن که در کمیساریات حربی گذشته ایستاده است، میدسماتر گذشته ایستاده است، بعد 2 روز 3 روز. این حالت خودی من هم شیدگی هست، یعنی که من از خانه برآمدم ناپدید، بعد 3 روز درک میافتن که من در چست قریب غفارسیدای رفته رسیده بودم. این خیلی است، یعنی که نمی خیلی آدم ربایی است. برای همو دیگر دنیا دیده ایستاده است که این کارهایی که دیکتاتورها کرده ایستادن، من راستی یک برآمدم داشتم میخواستم کنم، اما آدم زیاد بود، کمتر همون نوبت نرسید. درباره نمی تروریسم اکستریمیسم، چرا در دنیا تروریسم ما تنها خطر میبینیم، بگیم دیکتاتور را خطر نمیبینیم. تروریست که یک بار میره و خچه میکفونه 10 آدم میبره، نه که تروریست رحمانوف 30 سال دوره آدم میکشه، 30 سال فقط با قانون خچه چیکار میکنه، روپوش میکنه، خلاص. هر دی تروریست است، یکتش دیکتاتور تروریست است، یکتش تروریست عادی. تروریست عادی که قدر خطر نداره، یکی تروریست نه که دیکتاتور که سر قدرت میویه 20 سال 30 سال جوان میکشه، گبزن میکشه، مردار میکشه، قتل میکنه، یعنی که ضعیف میکنه یک کشور. این خطرش از تروریست 100 بار زیاد خطر داره. عاقبت دیکتاتور این روسیه هست، یعنی که اومد عاقبت دیکتاتور یعنی قتل صدها هزار انسان ها شد، قتل نابود شوی یک شهر ناحیه ها و ولایت های اوکراین شد. این هست خطر دیکتاتور. خطر تروریسم کو هیچ نداره، خم جایی نمیاد دوم میکفونه تمام. مثال این است خطر تروریسم، این قرق است در پیش خطر دیکتاتور. دیکتاتور عاقبت جنایت ها کرده با جای میویه که دیگر نمی وطن یک کشور را نابود کردن در تیار است. و این چیزا نشان دادگی است چندین کشورها از دست این خیلی دلبایوبی دیکتاتور را نابود شدگی است. چقدر انسان ها از دست دیکتاتورها گرفته در درون آبها غرق شده مردن، در درون لیسا مردن، کودکان مرده ایستادن. فرق بین تروریسم و فرق بین دیکتاتور در چی است؟ چرا ما اینقدر سر صدای تروریسم میکنیم، دیکتاتور را نمیکنیم، در حالتی که دیکتاتور آدم بسیارتر از تروریسم میکشه. ضررش در جامعه، در بگیم عموما در بشریت ضرر دیکتاتور
чанд аст аз терроризм дида. Терроризм як чанд зарар дошта бошад, диктатура чанд зарар дорад. Як баромад доштам, аммо мутаассифона одамо зиёди бадан навбат намераса, ҳама омадаги, ҳама дард дорад. Имрӯз ҳамаи ҳамин инсонҳое ки дард доранд мебироянд дар ОБС имрӯз ширкат мекунанд, ҳама ино дод аз дасти диктатура меган, аз дасти терроризм касе дод намеган. тамоми кишварҳое ки омадан додувоя доранд аз яъне ки аз поймойшавии ҳуқуқ, аз нобудшавии инсонҳо кишташавӣ ва бигем азияти миллат кишвар нобудшавиш, ҳамаи инҳо доранд даъво аз диктатура мекунанд, на аз терроризм. яъне хатари диктатура то иҷо овардааст ки ин қадар миллат омадааст, тамоми ҳамин кишварҳо аз диктатура доду вой мегӯянд. дунё аз дасти терроризм ба доду вой омадагӣ нест, дунё аз дасти диктатура ба доду вой омадагӣ аст. як баромадам хеле доштам як понятие додан, як фаҳмондан ки имрӯз бояд мо бештар бароса ба диктатура кардан мондар дорад, на ин ки ба терроризм. Терроризм як дита куниличи почалич дар ким ки ҷо аст, ӯ мехоҳад барои худаш як фанатизм аст, намедонад як чиро ҷорӣ кунад, ӯ ягон қудрат, ягон тавоноӣ надорад. Леки диктатурҳо тавоноию қудрата дорад. мо вақтмона дар терроризм гуфта сарф накунем. мо вақтмона барои нобудсозии диктатураҳо, як дунёро солим сохтан бояд мо чикор кунем, вақт сарф кунем. ҳамин хеле як баромад буд, тайёр ҳаст як баромад. мутаассифона шояд рӯзҳои душанбе сешанбеи оянда бигем ки агар камтар одамо сабук шаванд, бисёр ҳама дард дорад, ҳама дод аз дасти диктатура гуфта омадагӣ аст, ҳама дод аз дасти диктатура, дода вой аз дасти диктатура гуфта омадагӣ аст ҳаминҷо. иншоалло худо хоҳад рӯзҳои душанбе сешанбе бигем ки агар фурсат шида монад барои мо як имконият шида монад, албатта ки ҳатман ин баромада ин ки барои шумо гуфтам, ин олибо дора, гуфтаҳо дора, дар байнашон бо иловаҳо дора. албатта ки айнан ҳамин баромад қади дар ОБС бигем чикор мекунем, баромад мекунем. худо нигаҳбонтон ҳар як таймои шуморо. иншоалло ки умед дорем ғалаба ба наздик аст. шумо донед ки намояндаҳои аслии шумо, аслии халқи Тоҷикистон дар ОБС ширкат дорад. ва гирезошку умора мегуфтанд шумо мегирезен, ай ватан гирехтен, ай дигар ҷо гирехтен, ӯ ай мо гирехта дар ҷо иштирок карда наметавонад. так что ӯро бидан набиданшон дигар хитон фаҳмидем чи аст. ӯ омадан инҷа шуморо намояндагӣ намекунад, ҳуқуқи шуморо дифо намекунад. ҳуқуқи аслии шуморо дифо мекардагӣ инсонҳо дар конфронс ширкат дорад. ин анамо ҷавонмардо, анамо мухолифо ҳастанд. зинда бош ҳамватанам. падилит подпискаро фаромӯш накун.